و یاد خدای مهربان، آرام بخش قلب‌هاست. دوستای خوبم، سلام، ابوالفضل رمضانخانی هستم. یه کار اجرایی داریم، 4 ایستگاه آهنگکشیش نصب شده. میخواستیم ریلاشو نصب کنیم و میخواستم یه محتوای آموزشی در مورد اینکه ریلاش رو به چه صورت نصب میکنیم، چه محاسبات انجام میدیم، چه پارامترهایی رو رعایت میکنیم تا سرآخر یه ریل خوب و صافی رو بتونیم تو اجرا داشته باشیم. باید دونه دونه محاسباتمون رو بریم جلو، ببینیم که چه پارامترهایی رو رعایت میکنیم. تو ابتدای ویدیو هم میرم بگم که این کار یه مقدار نحوه اجراش یه مقداری فرق میکنه. یه سری محاسبات رو ما توی این کار توی سازه اجرا شده که اصلا ما توش دخیل نیستیم. مثلا اینکه ریلای کابین کجا بشینه ما اصلا توش دخیل نیستیم، جاش مشخصه، ما فقط باید ریلاشو نصب کنیم. یا ریلای ورزه کجا باید بشینه، یا فاصله ریل تا در توی سازه آهنگکشی مشخص شده. اینا رو ما اصلا توش دخیل نیستیم، فقط باید یه سری پارامترها رو رعایت کنیم که بتونیم یه ریل صافی رو داشته باشیم و از اونجایی که ریل ما میخواد بچسبه به آهنگکشی و از اونجایی هم که آهنگکشی 100% خطا توش هست، همیشه آهنگکشی حالا 2 میل، 3 میل، 5 میل، چه بیشتر حالا چه بسا کمتر خطا توش هست، این خطا به ریل ما انتقال نشه چه کارهایی رو باید رعایت کنیم. بریم یه بار روی تخته وایت بورد توضیح بدم، یه سری چیزا مشخص بشه. شاید تو آهنگکشی شاید روی تخته وایت بورد بهتر بتونم توضیح بدم. بعد دوباره برمیگردیم روی سازه، دوباره همونایی که روی تخته گفتم روی سازه میگم که اون چیزی که روی تخته گفتم منظورم این بود، اینجا به این صورت چه، اینجا به این صورت چه، تا سر آخر ویدیوی آموزشی مفید واقع بشه. هدفم همینه. بریم برای مرحله بعد. خب دوست عزیز، همونجوری که اول ویدیو مشاهده کردی، ما یه دونه سازه داریم که نیم دایره است. خب و این سازه قراره کاملا شیشه بشه، دیوارهای کابین هم شیشه بشه، کار کاملا شیشه است، وسط راپله قرار میده. حالا ما میخوایم بیایم ریلاشو نصب کنیم، آهنگکشی اجرا شده و یه تفاوتی که این کار با کار دیگه داره اینه که ما باید ریلامون حتما بچسبه به سازه آهنگکشی و بیاد بالا و از اونجایی که سازه آهنگکشی 100% خطا داره، 1 میل، 2 میل، 5 میل، چه بسا بیشتر چه کمتر خطا داره و این خطا به ریلای ما انتقال پیدا نکنه، باید ببینیم که چه چیزایی رو باید رعایت کنیم تا سرآخر ما یه ریل خوبی رو، یه اجرای خوبی رو از توی ریلامون در بیاریم، توی ریلامون داشته باشیم. ببین دوست خوبم، اولین کاری که ما تو ریل گذاری باید انجام بدیم اینه که پی بی جی مون رو در بیاریم. حالا برای پی بی جی در آوردن یه سری محاسبات، یه سری حساب کتاب بکنیم، پی بی جی مون در بیاد. اگه کار نقشه داشت که با طبق نقشه‌ای که داری شما پی بی جی رو اندازه می‌کنی، کار می‌کنی توی ریل. اگه کار نقشه نداشت، مثل این کار خودت باید پی بی جی شو در می‌آوردی که به این صورت محاسبه می‌کنی. دوست خوبم، سازه آهنگکشی ما به این صورت، ما این کلاف‌ها رو توی طبقات داریم. تو هر طبقه تقریبا 2 تا 3 تا اینجوری کلاف داریم. خب جای ریلای کابین، جای ریلای وزنه توی این سازه مشخصه، جای درها توی این سازه مشخصه. به خاطر اینه که میگم این کار یه مقداری متفاوته، یه مقداری حساب کتاباش فرق میکنه. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما دهنه‌ای که داریم، کلاف تا کلافی که داریم 143 سانتی متر. ما باید بیام، حالا 143 سانتی ما داریم. بعد از اون ما میخوایم T9 استفاده کنیم. T9 مون تیغه T9 6 سانت. بعد ساعت ریلی که میخوایم استفاده کنیم چند سانت میخوایم بگیریم؟ روی 5 سانت. درست شد؟ اینا رو حساب کتاب بکنیم. فقط توی این کار ما نمیتونیم بادخور بدیم چون ریل ما میچسبه. فقط یه سری جاها رو میتونیم از آهنگکشی، به خاطر خطایی که تو آهنگکشی هست، از ریلمون از آهنگکشی فاصله میگیره. همین. حالا میریم چیکار میکنیم دوست خوبم؟ ما گفتم یه تیغه ریل داریم، یه ریل داریم. ببین وقتی میگم به شما تیغه ریل منظورم اینه، وقتی میگم تیغه ریل منظورم اینه، وقتی گفتم بال ریل منظورم اینه. اوکی؟ ما یه ریل داریم 6 سانته. خب ما یه ریل داریم 6 سانته، یه ساعت ریل داریم، میخوایم کارمون رو با ساعت ریل اجرا کنیم. از جایی که تیغه میشینه، از جایی که میره توی ریل،
از جایی که میره توی ریل میشینه تا جایی که سیم ما اندازه های ما شروع میشه 5 سانت فاصله رو میگیره. خب پس یه فاصله 5 سانتی هم برای ساعت ریل در نظر میگیریم، یه فاصله 6 سانتی هم برای خود ریل در نظر میگیریم، میشه 11 سانت. یعنی ما توی این سمت باید 11 سانت فاصله برای ریل و ساعت ریل در نظر بگیریم، توی این سمت هم باید 11 سانت فاصله برای ریل و ساعت ریل در نظر بگیریم. درست شد؟ دو تا 11 داریم میشه 22 منهای 11 22 که بکنیم 1 2 121. ما که سرآخر DBG که به دستمون میاد چقدره؟ 121 10 سانت 131. درست شد؟ ببین یه جا تو ساعته اینا رو حتما توی ویدیو دیگه کامل توضیح میدم، ولی اینجا باید بگم ببین دوست خوبم، شما تیغت اینجا میشینه، اینجا هم ساعت ریل میبینی، ولی سیمو اینجا میریزی، سیمو مثلا توی ساعت ریل 5 سانت جلوتر میریزی، یا توی کار اگه ساعت ریل استفاده میکردی از نبشی استفاده میکردی 5 سانت به بغل میکشی. اینا رو حتما توی ویدیو توضیح میدم، چون اگه بخوام توی این ویدیو توضیح بدم خیلی ویدیو هم شروع میشه هم طولانی. به خاطر این میگم شما بر فرض مثال زمانی که فاصله تو سیمتو تو 121 میریزی، DBG سیمو اینجا میریزی، DBG شما 5 سانت عقب‌تر از هر طرف میشه. اینو داشته باش. وقتی که سیمو شما تو 121 بریزی، اگه حساب کتابت برای ساعت ریل 5 سانت بوده باشه، DBG شما سرآخر 131 در بیاد. خب حالا ما با DBG که سرآخر در میاد اصلا کاری نداریم، اون کار نقشه نداره، هر چقدر بهمون فضا اجازه داد قراره DBG رو کار کنیم. خب ما سیمی که در آوردیم، اندازه سیمی که در آوردیم 121، اندازه سیمی که برامون در آوردیم 121. حالا بریم چیکار می‌کنیم؟ مرحله بعدی ما اینجا حالا پلیتی جوش میدیم، نمیدونم اگه بتونیم براکتی بزنیم، هر چیزی، یه نبشی میاریم میندازیم اینجا، یه نبشی میاریم میندازیم اینجا. بر فرض مثال ما بالا فضا داریم، بتونیم یه نبشی رو بندازیم به فاصله 1 متر و 50 سانت. مثلا بر فرض مثال میگیم ما یه نبشی رو آوردیم 150 سانت. ما این نبشی که داریم تو 150 سانت رو چیکار میکنیم؟ میایم تقسیم بر 2 میکنیم نبشی رو تقسیم بر 2 که کردیم، میایم چیکار میکنیم؟ ما سیما رو میخوایم بریزیم. چرا اینو میام این قسمت دارم توضیح میدم؟ به خاطر اینکه میخوام اون سیم 121 سانت سیمی که میریزیم وسط نبشی باشه، یعنی اگه این بر مثلا 7 سانت اضافه اومد، این برم 7 سانت اضافه بیاد، سیممون این بر یا این طرف روی نبشی نیفته. اینجا رو داشته باش. ما یه نبشی داریم اینجا به فاصله 150، سیم ریزیمون اندازه سیم ریزیمون 121 تقسیم بر 2 کنیم در میاد 120 ممیز نیم. درسته؟ ما از این خطی که زدیم اینجا 60.5 سانت میریم اینور، یکم منوره میکشیم. خب دوباره از این خطی که اینجا انداختیم یه 60.5 سانت میریم اینور، یکم منوره میکشیم و سرآخر از این خط تا این خط رو متر میزنیم. دقیقاً باید 121 در بیاد. 1 میل اضافه تر هم نه. دوست خوبم اگه میخوای کار خوبی رو اجرا کنی، خطا رو باید به 0 برسونی تا سرآخر خطای کمتری داشته باشی. ما ربات نیستیم، دست ماشین کامپیوتری نیستیم، 100% کارمون خطا داره. اگه بخوایم اینجا بگیم 1 میل خطا هیچ نیست، اینجا بگیم 1 میل خطا هیچ نیست، سرآخر میبینی کارمون تمام میشه، میبینی 5 میل 6 میل 7 میل خطا داریم. این خطا قابل قبول نیست. پس از همون ابتدا میای خطاها رو به 0 میرسونی که سرآخر اگه جایی کارت خطایی تو کار به وجود اومده بود که از چشم تو پنهان بود یا براش فکر نکرده بودی، حسابش نکرده بودی، خطای کمتری داشته باشی یا خطا انقدر جزئی باشه که بشه چشم پوشی کرد. این تا اینجا این شابلون شما، این اندازه شما روی نبشی در اومد 121. حالا می نبشی رو میذاری روی کار، 2 تا سیم ازش میفرستی میره پایین. خب این نبشی رو خوابوندی، 2 تا سیم ازش فرستادی رفته پایین.
دوست خوب این قسمت یه مقدار احتیاج به حواس جمعی بیشتری داره. 2 تا سیم ما فرستادیم رفته پایین. خب این فاصله 121 سانتمونه که اینجا میخواد ریلامون بشینه. به توسط ساعت ریل ما این اگه ساعت ریلمون رو 5 روی این میزون کنیم بی بی جی ما بالا تا پایین میزون در میاد. حالا باید چیکار کنیم؟ دوست خوبم اینجا میای متر میزنی از کلافی که داری، میای متر میزنی تا سیم. از کلافی که داری، این قرمزا کلافامونه دیگه، میای متر میزنی تا سیم. از کلافی که داری متر میزنی تا سیم. این برم به همین صورت از کلافی که داری متر میزنی تا سیم. از کلافی که داری متر میزنی تا سیم. از کلافی که داری متر میزنی تا سیم. خب وقتی که اینجا اندازه ها تو در آوردی، بر فرض مثال آهنگکشی خطا داره دیگه، گفتم اینجا در اومده 13.5، اینجا در اومده 13.5 مثلا، همه اینا مثاله. اینجا در اومده 13 تا، خب اینجا در اومده 13.5، اینجا در اومده 12 تا، اینجا در اومده مثلا 12 تا، اینجا در اومده چجور بگم مثلا 13 تا. خب دوست خوبم ببین اینجایی تو این سمت چپ مثلا بالا تا پایین کمترین اندازه شما 12 تو سمت راست، تو این سمت کمترین فاصله 12 یا مثلا میگم حالا هر عددیه تو سمت چپ. دیگه به بقیه کلافه رو کاری نداریم. خب دقت کردید؟ خب دیگه بقیه اندازه ها تو کلافه کاری نداریم. کمترین اندازه تو هر کلافی بود تو سمت چپ و کمترین اندازه تو هر کلافی بود سمت راست، اون میشه اوستاکار شما. به بزرگترین اندازه کار نداریم، همیشه به کوچکترین اندازه کار داریم، به کمترین جای ممکن کار داریم. چون کمترین جای ممکن یعنی چی؟ یعنی که اینجا آهنگکشی ما خیلی اومده جلو که فاصله ما خیلی کمه. بیشترین اندازه یعنی اینجا آهنگکشی ما رفته عقب. ما با آهنگکشی که رفته عقب میتونیم بیاریمش جلو، ولی با آهنگکشی که اومده جلو ریل ما رو 100% فضای بیشتری میره، ریل ما رو به داخل هدایت میکنه، بس احتمال داره به کار ما خطا بزنه. درسته چی میگم؟ حالا این توضیحات رو ولش کن. کمترین فاصله سمت چپ و کمترین فاصله سمت تو هر طبقه میخواد باشه کاری نداریم، اونا میشه اوستاکارتون. خب بر فرض مثال یه توضیح اینجا بدم. اگه اینجا ما مثلا فاصلمون بودش 11.5، اینجا فاصلمون بود 12، خب تو سمت چپ این میشه اوستاکارمون، تو سمت راست این میشه اوستاکار. چی کار میکنیم؟ ما 11.5 و 12 رو باید به یه اندازه برسونیم، یعنی باید سیم شاغولمون این نبشیمون 2 میل بکشیم این طرف. وقتی که 2 میل بکشیم این طرف، فاصله سیم تا کلافه ما اینجا میشه 2.7، اینجا این میشه چقدر؟ 12 ما میشه 11 و مثلا 8 دیگه. حالا این 1 میل رو اگه تونستی تقسیم بر 2 کردی نازش هست، ولی اگه نتونستی تقسیم کنی دیگه زیاد مهم نیست. اوکی، اینجا شد 11 و 7، اینجا شد 11 و 8. ببین این دوتا اندازه، این کمترین اندازه این و این کمترین اندازه این و اینا باید یکی در بیاد. اینا زمانی که یکی در اومد تو طول کل چاهکه، کمترین اندازه مثلا طبقه آخر و کمترین اندازه طبقه وسط شما، کمترین اندازه اگه یکی در اومد یعنی سیم شاغول شما وسط چاهک شما قرار داره. اگه کمترین اندازه توی این طرف و کمترین اندازه توی این طرف یکی در اومد یعنی این سیمی که ریختی، این سیم شاغول ریزی شما دقیقاً عکس این چاهک قرار گرفته، یعنی سیم ریزی شما درسته. حالا جلو عقبیشو چجوری میندازی؟ جلو عقبیشو توی این سازه میرم روی سازه توضیح میدم، چون توی وایت بورد روی تخته نمیتونم توضیح بدم. اینو اندازه که میزون که کردی درست در اومد. بعد عقب و جلویش هم با ستونایی که داریم، ما ستون داریم، ریل ما قراره وسط این ستونه بشینه. خب تو کارهای دیگه فاصله 10 تا ریل داریم، اونو اونجوری حساب میکنیم، ولی تو اینجا ریل چون گفتم ستون ما جای ریل ما مشخصه، جای ریل کابین، ریل وزن ما مشخصه، قرار وسط این ستون بشینه. به خاطر این ما میایم عقب و جلوی ریلامون رو با همین ستونه در نظر میگیریم. این تا اینجا. اینو روی سازه میتونم توضیح بدم، اینجا امکانش نیست توضیح بدم. عقب و جلویش هم روی ستون در آوردی،
و چپ و راستیش هم با کلافات یه اندازی که کردی میتونی بیای نبشیتو جوش بدی و زمانی که نبشیتو جوش دادی چی کار میکنی؟ میری پایین سیم شاغولتو که سنگین کردی از قبل، سیم شاغول عقب سنگین کردی، اینا رو هم باز روی سازه بهت نشون میدم. سیم شاغولی که قبلا سنگین کردی رو خوابش میکنی، آرومش میکنی، هر جایی که وایساد نبشیشو جوش میدی از پایین و میتونی اون موقع ریل تو بذاری. این نحوه محاسبش بود. خب این نحوه محاسبش بود که چجوری سیم میریزی، این نحوه محاسبش بود که چجوری دی وی جی در میاریم. حالا دیگه توی اجرا چجوری میشه الان میریم روی سازه، دیگه بقیه چیزا رو روی سازه دوباره توضیح میدم که همه چی قابل فهم، همه چی مشخص بشه، همه چی شفاف بشه که قابل درک باشه. خب بریم روی سازه، ببینیم روی سازه باید چیکار کنیم. روی تخته توضیح دادنش یه مقدار سخته. ببین ما یه ستون سمت چپ داریم، یه ستون سمت راست داریم. خب که توی دل این ستونا، توی وسط این ستونا قرار ریلای کابین و ریلای عقب و قسمت عقب قرار ریلای وزنه اجرا بشه. خب ببین دوست خوبم، ما تو هر طبقه اینجوری به این صورت کلاف داریم. خب این کلاف قسمتی متری که میگم شما میخونی این قسمته، کمترین قسمت رو شما با اینجا در میاری، با این ستونا کاری نداری توی این مدل سازه. اگه به شما گفتم توی تخته به شما گفتم کمترین فاصله، منظورم این قسمت هست. شما این قسمت رو، این سیم نمیدونم تو دوربین مشخصه یا مشخص نیست. خب شما می کمترین اندازه تو با این سیم توی این قسمت ها در میاری، کلاف به کلاف توی طبقات در میاری. حالا شما ببین سیمو باید یه چپ و راستیشو در بیاری، توی آکس 4 قرار بدی. حالا یه عقب و جلویی هم داره دیگه، نمیتونی اینجوری یا اینجوری قرار بدی. یه عقب و جلویی توی این پروژه قرار ریلای ما توی وسط اینو سازه اجرا بشه. خب و چون ما میخوایم با ساعت ریل کار کنیم سیم شاغول ما هم باید دقیقاً آکس این قرار داده بشه. چی کار میکنیم؟ میایم به توسط یه دونه گونیامون رو میذاریم پشت آهنکشی. این خود ستون ما 13 سانته توی این پروژه. خب ستون رو متر میکنی، 13 سانت، 20 سانت، 8 سانت، هر چقدر که بود. این فاصله سیم شاغول با گونیا سمت چپ با این فاصله سیم شاغول با گونیای سمت راست رو یه اندازه میکنی، یعنی سیم شما دقیقاً توی آکس این کار قرار داره. این سمت هم به همین صورت، سمت راست هم به همین صورت گونیا میذاری. گونیا رو که گذاشتی از سیمی که داری متر میزنی با گونیا، دوباره برمیگردی سمت راست، گونیایی که داری متر میزنی، این فاصله رو در میاری، فاصله چپ فاصله راست، فاصله چپ فاصله راست. این اندازه ها رو که یکی کردی یعنی سیم شاغول شما توی این چاهک هم چپ و راستی هم جلو عقبیش رو آکس قرار داره. سیم شاغول شما که مشخص شد، سیم شاغول شما مرتب شد، از بالا میری نبشی بالا تو ثابت میکنی، جوششو میدی. نبشی بالا رو که ثابت کردی، جوششو دادی، سیم شاغول رو توی کف چاهک هم 20 سانت 30 سانت کف چاهک میای بالاتر، خوابش میکنی. هر جایی که وایساد، جایی که مشخص شد، با نبشی، حالا یا بولتایی که به دیوار زدی، براکت روش زدی، اگه تونستی جا داشتی فضا داشتی بولت میزنی، براکت میزنی، نبشی رو میذاری روش و نبشی رو که گذاشتی روش سیم شاغولتو خواب میکنی و سیم شاغول که خواب کردی میتونی سیم شاغول رو ببندی، ثابت کنی و توسط این سیم شاغول میتونی ریلات کار بذاری. یعنی اگه شما میخوای ریل مناسبی رو اجرا داشته باشی باید سیم شاغول خوبی ریخته باشی. اگه شما میخوای سیم شاغول خوبی ریخته باشی باید محاسباتتو درست انجام داده باشی. زنجیروار، یعنی مثل دونه های زنجیر به هم وصلن. اندازه ها رو درست انجام میدی، سیم شاغول رو درست میخوابونی، تو نحوه خوابوندن سیم شاغول خیلی دقت میکنی، توی اندازه هایی که حساب کتابایی که میکنی خیلی دقت میکنی، همه اینا رو رعایت میکنی و سرآخر با ساعت ریل خیلی دقیق ریلات رو اجرا میکنی. خیلی دقیق ریلا رو اجرا میکنی، منظورم صحبت سر 1.5 میل، صحبت هم سر 1 سانت و 1 سانت و 1 سانت و نیم نیست، 1 سانت و 2 سانت نیست.
اینا رو اجرا میکنی و سر آخر میبینی یه کاری زدی با کمترین حد خطا. ریل اجرا کردی با خطای 1 میل پایین تا بالا، با خطای نهایت 2 میل. این قابل قبوله، قابل قبوله. اینا همه مثل دونه‌های زنجیر و همدیگه وصله. اگه شما میخوای سرآخر یه کار خوبی رو تحویل کارفرمات بدی، باید دونه دونه این پارامترها رو رعایت کنی تا بتونی تا نتیجه خوب در بیاد، تا نتیجه خوب در بیاد. دوستان یه چیز دیگه هم بگم، حالا تو این صنعتی که الان دارم من فعالیت میکنم، محتوا ضبط کردن خیلی سخت حقیقتا. نور ردیف کن، تصویر ردیف کن، حالا یه جایی یه نفر هست دوربینو بگیره فیلم برداری کنه ازت، گوشی رو بگیری ازت فیلم برداری کنه، یه جایی باید خودت فیلم برداری کنی، کارگردان خودتی، صدا بردار خودتی، تصویر بردار خودتی، تدوین خودت انجام میدی. همه اینا رو بذاریم کنار، همه اینا رو بذاریم کنار. شمایی که تو کار ساختمونی کار میکنید میدونید ساختمون، کمتر ساختمونی پیدا میکنید که ساکت باشه، صدای سنگفرست، صدای گریل، رفت و آمد، سر صدا، داد و فریاد توش نباشه تا تو بتونی یه دونه ویدیو ضبط کنی. ویدیو دای خوب در بیاد، دای خوب در نیاد. همه اینا توش هست. بعد باید بشینی یه ساختمون شکار کنی و تو اون ساختمونی که شکار کردی ویدیوهاتو بگیری، بتونی توضیحاتتو حالا تو اون ویدیو اعمال کنی، همه رو بگی، چیزی از قلم نندازی تا یه ویدیو خوب داشته باشی. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که توی این ویدیو چیزی از قلم ننداخته باشم، سر آخر توضیحاتم کامل باشه، ویدیوی مفید و آموزنده‌ای باشه. اگه اینجوری بود که تمام تلاش من بر این بود، اگه اینجوری هم نبود که امیدوارم که بهتر از اینا رو اجرا کنیم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.